سلام بچه‌ها، خسته نباشید. برای اینکه بتونید کتابتون رو از طریق فروشگاه آنلاین خریداری بکنین، این ویدیو شما رو گام به گام راهنمایی میکنه. در ابتدا وارد سایت parsnovel.com میشین و از قسمت فروشگاه کتاب‌های آموزشی رو انتخاب میکنید. بعد از اینکه کتاب آموزشی رو انتخاب کردید، فرض بفرمایید شما می‌خواید هیته یک رو بخرید. روی دکمه خرید کلیک می‌کنین، همونطور که دیدید زد به سبد کالا اضافه شد. سبد کالا این بالاست. بعد روی سبد کالا کلیک می‌کنین و مبلغ و شرایطش رو دارید میبینید. اینجا اتمام خرید رو میزنید. اتمام خرید. بعد از این که اتمام خرید رو زدید میرید توی اطلاعات دریافت کننده. نام خانوادگی، ایمیل ها معمولا در گوشی های شما یه ایمیل پیشفرض وجود داره. اگر چنانچه ندارید یه ویدیو هم من الان میگیرم برای طریقه ساختن ایمیل، چون همیشه به دردتون میخوره. ایمیل رو وارد میکنید، نام خانوادگی و همه اینا رو میزنید و بعد دکمه تایید یا اوکی رو میزنید. در قسمت ثبت سفارش دقت بفرمایید. وقتی شما ثبت سفارش رو میزنید، پرداخت شما و در واقع سفارش شما نهایی نشده. شما بایستی دکمه پرداخت آنلاین رو در اینجا کلیک بکنید و بعد از هدایت به صفحه بانکی اطلاعات کارت رو وارد نموده، CVV2 ماه سال و درخواست کد امنیتی بکنید. حتما بایستی درخواست رمز دوم بکنید. حتما بایستی کارت شما رمز دومش فعال بشه. بعد از پرداخت شما پیامک که موفقیت با سفارش ثبت شد میاد. در غیر این صورت ما توی لیست سفارش ها چیزی که داریم میبینیم، نگاه کنید من الان زدم اینجا ولی پرداخت نکردم. اینجا زدم نوع وضعیت تعیین نشده. ولی بچه دیگه ای که پرداخت کردن مثلا نیکا کریمی اینجا زده سفارش شما موفقیت ثبت شد. بر ما این پیام رو میده. پس این رو مطمئن بشید که این مراحل رو کامل سپری بکنید تا در واقع وجه خود رو پرداخت بکنید و سفارشتون رو آنلاین انجام بدید. این ویدیو رو لینکش رو میذاریم توی گوگل لینک. شما با اسکن یه بارکد میتونید بهش به صورت اینترنتی و آنلاین دسترسی داشته باشید.